پیکان اتومبیل زیبا و پرقدرت ایران در خیابان‌های مسکو از کنار بلشوی تئاتر تا میدان سرخ و کاخ کرملین هر جا که توقف می‌کرد مردم شوروی با اعجاب و تحسین استقبالش می‌کردند. روز 27 ماه می مطابق با 6 خرداد ماه 48 آقای نویکوف معاون نخست وزیر شوروی نمایشگاه صنعتی ایران را در استادیوم لنین مسکو افتتاح کردند. در این مراسم آقایان دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و احمد میرفندرسکی سفیر شاهنشاه آریامر در مسکو و عده‌ای از مقامات اقتصادی شوروی نیز حضور داشتند. اولین غرفه‌ای که در این نمایشگاه مورد بازدید رسمی قرار گرفت غرفه کارخانجات ایران ناسیونال بود. معاون نخست وزیر شوروی ضمن بازدید از اتوبوس‌های ایرانی صنعت پیشرفته ایران را ستودند. رنگ شفاف، طرح جالب، تودوزی زیبا و صندلی‌های راحت پیکان نظر آقای نویکوف و همراهان ایشان را آنچنان جلب کرد که مدتها به تماشای آن ایستادند. اکنون زمان آن است که به هموطنان کارگر خود افتخار کنیم.